بابایی بچه اینجا یه سری خوراکی من آماده کردم که میذارم تو این چرخ و فلکه، هم بازی میکنه باش هم خوراکی میخوره، مثل هویج و کلم و از این ارزنا هستش که با شاخه هستش. من به این شکل میکنم میذارم اینجا، خودش میاد میخوره. خیلی دوست داره اینا رو. بعد بازی میکنه میچرخونه، مثلا اینجا خربزه میذاریم، اینجا کلم میذاریم، اینجا به این شکل هویج میذاریم براش، مثلا هویجا رو بخوره. بعد مثلا این هویج این که ارزن بخوره. تو یکیش هم یه ذره موز میذارم براش، خیلی زیاد نیاز نیستش بذارید دوستان، که موضوع اینجوری به این صورت خورد کنید، همین نصف کافیه. همین هم براش میذارم.